رفقای ورزشگاه سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز ویدیو آموزشی دیگه براتون آماده کردم، تمرین سینه و پشت بازو. خب کانال ما رو دنبال کنید، این ویدیو رو هم لایک کنید. کلی ویدیو آموزشی براتون میذارم به زبون خیلی ساده که خیلی کمکتون میکنه تو این راه. خب وقت ویدیو رو نمیگیریم، بریم سراغ تمرین. خب تمرین اول از بخش بالای سینه شروع میکنیم، پرس بالا سینه دمبل. خب بچه‌ها قبل از اینکه حالا تمرین شروع کنید دیگه میدونید دیگه کششی‌ها رو میرید، بعد یه ست سبک هم میزنید، دوباره یه ست دیگه دوباره یک کوچولو سنگین ترش میکنید، ولی دیگه با تعداد بالاتر دیگه نمیزنید، با 5 6 تا دیگه کافیه. بعد دیگه میره سراغ ستای اصلی، دو تا ست اصلی میزنید. اولی من پیشنهاد میدم که 10 تا بزنید، بعدی حالا بین 6 تا 8. همین کافیه. این شد حرکت اول. خب بریم سراغ حرکت دوم. خب بچه تمرین دومم دوباره مربوط میشه به بخش بالای سینه. من حالا سوپرستش کردم. پرس دمبل نظامی، به طوری که دمبلا رو میذارید روی سینه‌تون، وقتی میارید بالا سعی کنید با سینه‌تون فشار رو وارد کنید. فقط دستتون رو تکون ندید، پشت بازوتون بیشتر درگیر میشه. اینو میزنید. حالا بستگی داره، حالا 8 تا هم زدید خوبه، 10 تا هم زدید خوبه. فقط چیزی که مهمه کنترل از سینه‌تون کار بکشید. بعد حرکت دومش سوپرستش فلای بالا سینه دمبله. یه دمبل سبک حالا انتخاب میکنید. اگه حالا زورتون هم زیاده میتونید مثلا دمبل 25 کیلو هم بردارید، هیچ مشکلی نداره، چون دیگه زورتون زیاده دیگه، بدنتون میکشه دیگه، تکرار کامل اجرا کنید. فقط بین این دو تا حرکت زیاد استراحت نکنید دیگه، نهایتا دیگه 10 ثانیه بتونید استراحت بدید. خب این حرکت هم میتونید 10 تا پرس نظامی بزنید، 10 تا هم بالا سینه فلای دمبل بزنید. بین هر ست هم دیگه 45 ثانیه استراحت نکنید، حداقل 1 دقیقه استراحت کنید. اینم 3 تا ست بزنید. بریم سراغ حرکت سوم. خب بریم سراغ حرکت سوم و آخرین بخش تمرین روز سینه. خب بچه‌ها من امروز دیگه پرسین هالتر رو میز تخت رو حذفش کردم، بجاش گذاشتم رو زیر سینه. هر از گاه این جابجایی‌ها رو شما هم انجام بدید به بخش مختلف سینه‌تون یا عضلاتتون، حالا هر عضله که دارید تمرین می‌کنید فشار وارد کنید تا اون از همه عضلات درگیر بشن، تخریب رو ایجاد کنید، تغذیه‌تون هم خوب کنید تا اون بخشم به خوبی رشد کنه. خب فقط این حرکت زیر سینه هالتر فکر نکنید فقط فشار می بخش زیر سینه یا مثلا بالا سینه میزنید فشار میاد فقط و فقط مثلا به بخش بالای سینه، اونجوری نیست. سینه رو به دو بخش حالا تقسیم میکنن، قسمت بالای سینه، قسمت مثلا سینه بزرگیه، پایین سینه. حالا شما زیر سینه هم بزنید بخش میانی سینه تون هم درگیر. حالا من زیاد وقت ویدیو رو نگیرم، این نکته آموزشی بود که گفتم لابلای تمرینم بهتون بگم. خب این حرکت هم 2 تا ست بزنید، 10 تا 12 تکرار. چیزی که مهمه دوباره مثل حرفای گذشتم سعی کن از سینه‌تون کار بکشید، فقط دستتون رو تکون ندید. وقتی میارید بالا سینه‌تون هم قشنگ باش منقبض کنید. بین هر ست هم 1 دقیقه تا مثلا 1 دقیقه و 30 ثانیه کافیه. بعد بین هر ست هم بچه یه چیزی هم بهتون بگم، بین هر ست هم فیگورگیری یادتون نره، قشنگ فیگور بگیرید، عضلاتتون رو منقبض کنید تا شیپ بدنیتون هم خیلی خوب بشه. خب تمرین روز سینه تموم شد، بریم سراغ تمرین پشت بازو. خب بچه تمرین سینه که تموم شد یه 2 دقیقه استراحت کنید، چون حالا تمرین کردی، تمرین روز سینه داشتی، پشت بازوتون درگیر شده دیگه، یه ذره خسته است. یه 2 دقیقه یا 3 دقیقه استراحت کنید، یه ذره پشت بازوتون ریکاوری بشه، بعد تمرین رو شروع کنید. بچه برای تمرین پشت بازو من دیگه جدا جدا نکردم حرکت ها رو، مثلا پشت بازو تناب بزنم تموم شد، بعد مثلا حرکت دوم مثلا من خوابیده اینو بزنم، تک تکش نکردم، تیری ستش کردم تا یه شوک خیلی خوب بیارم پشت بازو، همه بخش پشت بازو هم بتونم درگیرش کنم. خب تو این تیری ست بچه‌ها قبل اینکه ویدیو رو مثلا شما ببینید من یه توضیح بدم، بعد حالا ویدیو رو میذارم تو خود ویدیو بهتون توضیح میدم. بچه اگه مثلا زورتون تو پشت بازو خوابیده، مثلا 40 تا میزنید یا مثلا 50 تا میزنید خوابیده رو، چون تیری سته حجم بار وزنه رو کمش کنید. 50 تا میزدید الان بکنیش 30 تا، 10 تا میزدید الان بکنیش 5 تا، چون پشت بازوتون بکشه.
حرکت های دیگر هم بتونید پشتم بتونید اجراش کنید. حالا نزدید بزنید متوجه میشید من چی میگم. اولش پشت و بازو هالتر خوابیده است، 6 تا 8 تکرار. وزنم سعی کنید اونجوری که بهتون گفتم یه ذره از اون سری قبلی که میزدید تکی میزدید ذره سبکترش کنید. 6 تا 8 تا بزنید کافیه. تموم شد دیگه، استراحت دیگه نداریم، نهایتا دیگه بتونید 5 ثانیه استراحت کنید. میری سراغ پشت بازو هالتر پرسی. حالا من با اسمیت زدم چون دم دست بود دیگه نخواستم برم اون ورتر، دیگه بین دو تا حرکت فاصله زیاد میشد، با اسمیت زدم. بعد اینم دوباره 6 تا 8 تکرار. حالا من این دو تا حرکت رو 6 تا زدم. اینم که تموم شد میریم سراغ آخرین حرکت پشت بازو که تنابه. اینو ولی بچه دیگه 6 تا اگه میتونید بیشترم بزنید زدید، هیچ ایرادی نداره چون حرکت آخره. اگه 8 تا هم زدید هیچ موردی نداره، 10 تا هم زدید هیچ موردی نداره. ولی اگه میخواید 6 تا بزنید 6 تا رو سعی کنید صحیح اجرا کنید، فقط دستتون رو تکون ندید. خب بچه این تریست که تموم شد یه 1 دقیقه استراحت کنید، دوباره همینو دوباره تکرارش کنید. بین ستام سعی کنید حتما آب بخورید، دستتون رو قشنگ تکون بدید تا ریکاوری حتما انجام شه. اگه بدنتون نمیکشه 2 دقیقه استراحت کنید، هیچ ایرادی نداره. اینم میتونید 3 تا ست اجرا کنید. اگه تغذیه‌تون خوبه مکمل هم استفاده میکنید میتونید 3 تا ست اجراش کنید. و اگه نه، اگه تغذیه‌تون ضعیف مکمل استفاده نمیکنید، خوابتون خوب نیست، خواب شبانه خوبی نداری، شبکاری داری یا به هر دلیل دیگه، همین یه دونه ست هم یه ست هم بزنید کافیه. خب بچه تمرینم تموم شد، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. تو ویدیوهای دیگه هم دوباره سعی میکنم همین جوری که این ویدیو رو ضبط کردم خیلی ساده سعی کردم توضیح بدم، ویدیو دیگه هم سعی میکنم همینقدر ساده برای توضیح بدم که شما بتونید خوب متوجه بشید. استفاده سعی میکنم تو این کلیپ هایی که میذارم کلمات قلم به سلم به کار نبرم که شما گیج شید. تو مثلا دنیای مجازی دارید میبینید دیگه خیلی پیچیده دارم توضیح میدم، یا من سعی میکنم خیلی ساده بگم و مفید باشه و بعد شما استفاده کنید، یاد بگیرید. این تمرین رو که براتون گذاشتم میتونید دوباره سری بعد دوباره جابجاش کنید. اگه دوباره مثلا روز سینه دوباره میخواید تمرین بدید یه فاصله 3 تا 4 روزه بذارید، دوباره حالا میتونید همین انجامش بدید، هم میتونید جابجاش کنید. مثلا من تو این تمرین از دمبل بیشتر استفاده کردیم، تو سری بعدی از هالتر استفاده کنید، از تار دیگه عضله هم بتونید کار بکشید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. سعی کردم یه وقت ویدیو رو هم نگیرم. تا ویدیو آموزش های دیگه، خدا نگهدار.